این باغ متعلق به حاج غلامرضا شهاب الملک، آصف الدوله حاکم خراسان، میرزا علی اصغرخان عطابک، امین‌السلطان این باغ رو میخره ازش. این باغ بعد از مرگش به دخترش افتخار اعظم افتخار آفاق میرسه. خانم افتخار همسرش صارم‌الدوله مسعود بوده که پسر ضلالسلطان بوده. ضلالسلطان هم که خب میدونید پسر ارشد ناصرالدین شاه بود. این یک سند مفصل و مطولی هست. این خاندان این باغ رو وقف مردم شهر میکنن، وقف مردم تهران میکنن. اساساً از دید من و دوستان من بحث این که اون زیر درخت ها اونجا چی هست یک بحث انحرافی. لزوما یک حفاری منجر به رسیدن به یک گنجینه خمره های پر از طلا نمیشه. ما در اینجا سفال خاکستری پیدا کرد که اون زیر یک چیزی هست و اینها میخوان بیان ساخت و ساز بکنن که به اون گنجینه دسترسی پیدا بکنن. از دید من انحرافی است. چرا؟ فرض بفرمایید که خب بگن که ما میخوایم جا حفاری بکنیم. حفاری میکنیم دو حالت داره، یا گنجینه‌ای هست گنجینه رو منتقل میکنیم به موزه، یا چه میکنیم باید بسازیم، زمین رو خاک برداری کردیم. بنابراین اون صحبتی که شده که این زیر گنجینه هست و دفینه هست هر چه باشد اگر قرار باشه برن سراغ ناچار میشن به حفاری و قطع درختان. ما یک بحث دیگری هم داریم در داخل پارک، یک عمارت تاریخی هست که ثبت ملی هم شده که الان فرهنگسراست، جزو آثار ملی هست. بنابراین حریم داریم. ما در حریم آثار ملی اجازه ساخت به قانون نداریم. همین الان این با کلیت خودش باید ثبت آثار ملی بشه. شاهکار تاریخ بشریت از لحاظ معماری همینجا بخواهد ساخته بشه و با هر نوع کاربری اشتباه. میگن که خب ما یک گوشه این پارک رو یا باغ رو می‌خوایم بسازیم. یک گوشه از اون پارک رو میسازن و بعد این گسترش پیدا میکنه و بعد کم کم همش ساخته میشه. اساساً پروژه 1 مترش، حالا میگن 800 متر بشه 200 متر، 200 متر بشه 20 متر، کلاً پروژه غلط، همه چیزش غلط است.